دوستان عزیزم سلام، به کانال خودتون خیلی خوش اومدید. امروز اومدیم با یه فیلم جدید دیگه به اسم سین و ایویل 2 و قصد داریم این فیلم رو براتون خلاصه کنیم. پس بیشتر از این معطلتون نمی کنم، بریم سراغ ویدیو. ایمی و سعد توی بیمارستان کار میکنن. اونا کارشون بررسی جسد است و درباره اونا گزارش مینویسن. امشب تولد ایمی و 2 ساعت دیگه باید بره خونه تا تولدش رو با دوستاش و خانواده‌اش جشن بگیره. سعد میگه قبل از رفتن به جشن تولدت حتما باید این جسد رو نگاهی بندازی. اون پاشه رو کنار میزنه و میبینه به جای جسد یک کیکی که سعد برای تولد ایمی خریده بود. ایمی از این حرکت خیلی خوشش میاد و از سعد تشکر میکنه. هولدن سرپرست شیفت ایمیه و بهش میگه که کارش تمامه و میتونه بره. هولدن گوشی ایمی رو بهش تحویل میده. توی همین حین یه اخباری میشنون که توی اون یه قاتل 9 شهروند عادی رو به قتل رسونده. ایمی بعد از شنیدن این خبر تصمیم میگیره توی بیمارستان بمونه و تو بررسی 9 تا جسد کمک کنه. بعد از اینکه خبر اون 9 تا شهروند به گوششون میرسه، خبر میرسه خود قاتل هم کشته شده و تمام اون 10 تا جنازه رو میفرستن بیمارستان و ایمی و سعد با هم دیگه کارشون رو شروع میکنن. تو همین حین که آسانسور داشت میرفت بالا، سعد از آسانسور جا میمونه و ایمی تنها با جسد میره بالا. اون متوجه تکون خوردن دست جسد نمیشه. اون بعد از اینکه میرسه بالا متوجه میشه چند نفر دارن صداش میزنن و ایمی هم مضطرب میره سمت صدا. اون وارد اتاق میشه و یکی از جنازه ها یه دفعه دست ایمی رو میگیره و میفهمه که دوستاش اومدن تا اونو سورپرایز کنن. چون اونا میدونستن ایمی نمیتونست به خاطر کارش بیاد خونه و قراره تولد رو کنسل کنه. اونا هم با هماهنگی هولدن اومدن که اونو سورپرایز کنن. ایمی بلافاصله سعد رو به همه دوستاش معرفی میکنه. ویل برادر ایمی میاد پیش سعد و بهش میگه که میدونم تو نخ خواهرمی، ولی اون لیاقت بالاتر از تو رو داره و دوست ندارم تا آخر عمرش اینجا پیش تو بمونه. تامرا دوست دختر کارتر عاشق داستانای جناییه. اون میره پیش هولدن و ازش میپرسه که امشب چه پرونده جنایی رخ داده. هولدن هم پرونده قتل 9 تا شهروند رو براش تعریف میکنه. تامرا که کنجکاو شده بود داستان پرونده امشب رو بفهمه. اون هر طوری که شد کارتر رو با خودش میبره به طبقه پایین. ایمی به ویل میگه که دوست نداره که کسی کنترلش کنه و با علاقه خودش اومده تو این کار و از اینکه ویل بخواد مانعش بشه عصبانیه و خودش عواقب کارش هم پذیرفته. کارتر و تامرا میرن تا همون اتاقی که جسد قاتل اونجاست. تامرا لحاف از روی جسد بر میداره و میگه من اونو قبلا توی توییتر دیدم. اون میگه که مادر این قاتل اونو توی قفس حبس میگرده و اونو آزار میداده. تامرا میشینه روی جسد و شروع میکنه به بالا پایین پریدن که کارتر بهش حسادت میکنه، ولی تامرا میگه که اون بدنش سرده و فقط یه جسده و نباید به اون حسادت کنه. اونا داخل همون سردخونه شروع میکنن به الا کلنگ بازی که یهو متوجه میشن جسد غیبش زده. تامرا فکر میکرد که دوستاش دارن سر به سرش میذارن تا اینکه برق اونجا کلاً قطع میشه. اونا یک کبریت روشن میکنن و متوجه میشن جسد دقیقاً پشت سرشون وایساده. جیکوب کارتر رو میگیره و داخل همون سردخونه دخلش رو میاره که تامرا هم از فرصت استفاده میکنه و فرار میکنه. جیکوب داخل همون سردخونه جسد مادرش رو پیدا میکنه و عکسی رو میبینه که مادرش داشته جیکوب رو شکنجه میکرده. جیکوب کارتر رو همونجا به قتل میرسونه و ماسکش رو به صورتش میزنه و قصد داره هر کسی توی مسیرش ببینه رو بکشه. هولدن که صدای جیغ تامرا رو میشنوه میره سمتش که کمکش کنه که جیکوب از پشت سر اونو میبینه و با زنجیر اونو از روی ویلچر میندازه پایین. ایمی و دوستش با هم دیگه میرن داخل سردخونه تا دنبال تامرا بگردن که متوجه میشن به جای جسد کارتر رو گذاشتن و خبری هم از تامرا و جیکوب نیست. جیکوب برق کل ساختمون رو قطع میکنه. اونا تو یکی از راهروهای بیمارستان جسد هولدن پیدا میکنن که افتاده روی زمین. ایمی و برادرش تامرا رو پیدا میکنن. تامرا میگه من و کارتر داشتیم عملیات انجام میدادیم که جیکوب زنده شده کارتر رو کش. ایمی میخواد اونا رو از بیمارستان خارج کنه و جونشون رو نجات بده. سعد که از هیچی خبر نداشت اتفاقی جیکوب میبینه و موفق میشه از دستش فرار کنه. اون به ایمی میرسه و میفهمه که جیکوب کارتر و هولدن رو کشته
و میخواد همه رو بکشه. اونا هم از دستش فرار میکنن. کایلا با دیدن جیکوب از دستش فرار میکنه و از بچه‌ها جدا میشه. کایلا سعی میکنه خودش رو به تنهایی یه جا مخفی کنه. اون میره داخل دستشویی تا خودش رو قایم کنه، ولی تلاشش بیفایده است و جیکوب و اونو میکشه. سد میخواد بره و تامرا رو بفرسته بیرون، اما وقتی میرسه به در خروجی میبینه که جیکوب همه درها رو قفل زنجیر کرده. سد تامرا رو میبره به یه اتاق دیگه و تامرا رو پشت یکی از تخت قایم میکنه و خودش هم میره زیر برانکارد. جیکوب در حالی که غم دستشه میره که همه رو بکشه. ایمی اونا رو از یه اتاق دیگه میبینه و میخواد با سر صدا کردن حواس جیکوب رو پرت کنه تا تامرا و سد بتونن فرار کنن. اما وقتی تامرا میخواد فرار کنه، جیکوب با قمه میزنه شاهرگ تامرا رو جر میده و اونو میکشه. ویل پنجره رو میشکنه تا سد رو بیاره بیرون، اما جیکوب گلوی ویل رو میگیره و اونو از زمین بلند میکنه. ویل در حالی که داشت میمرد لحظه آخر به ایمی و سد میگفت که فرار کنن. ایمی و سد که داشتن به سمت خروجی میدویدن که جیکوب جسد کایلا رو با زنجیر بسته به در خروجی. ایمی که هنوز صدای ویل رو میشنوه و میفهمه که هنوز نمرده میره که نجاتش بده. اونا وقتی میرسن به ویل میبینن که دهن ویل رو با چسب بستن. ایمی چسب رو باز میکنه و ویل بهشون میگه که سریع فرار کنن که جیکوب از زیر تخت شکم ویل رو پاره میکنه و میاد بالا. ایمی میخواد که انتقام ویل رو از جیکوب بگیره، ولی جیکوب میخواد که ایمی رو هم بکشه. سد خودش رو میندازه جلوی جیکوب و زخمی میشه. ایمی میخواد به سوزوندن زخمای سد اون از خونریزی نجات بده، پس با فنده‌ای که داشت این کار رو انجام داد. ایمی و سد میخوان برن بیرون که سد به ایمی میگه من نمیتونم بیام و تو برو و پلیسا رو هم خبر کن. سد سویچ ماشین رو به ایمی میده که فرار کنه، اما با دیدن جیکوب برمیگرده به داخل و میره سد رو بیاره بیرون. اونا به سمت خروجی میرن که ازش برن بیرون. جیکوب از پشت در با قمه ایمی رو میکشه و ایمی تو بغل سد میمیره. سد با هزار جور بدبختی از بیمارستان میزنه بیرون. اون میخواد در رو باز کنه که با ماشین بره بیرون که متوجه میشه در صندلی عقب باز شده. بعد همینطوری که داشت از ماشین دور میشد عقبش میخوره به جلوی جیکوب و جیکوب هم دنده اونو خلاص میکنه. رفقا مرسی از اینکه تا اینجای ویدیو همراهمون بودید. امیدوارم که از ویدیو لذت برده باشید. دوستتون دارم. تا ویدیوی بعدی، فعلا.